دلوار ساکن جماعت دهاتی چارکوه است و ایروزی نیزوی سرحدی از شوشش زخم برداشته است. حادثه چگونه رخ داد پورا در خاطر ندارد. تنها همین را میداند که با نظامیان در سرحد قرار داشت. روزهای اولی به بیمارخانه انتقال یافتنش وضع سلامتیش چندان خوب نبود، اما امروز خود را بهتر احساس میکند. عاطفی با ما اثرش بودم. تجربه سنگ شپکم شد. با تیر همون روزم یه روز پیش تیر کشوده بودم. تلفیمون نکشود تیر. همه عیب عاطفی با هم. این خیر خدا شاهد کن. اگر اینترنت میبینی فقط با نابروتی قبض است، نیکس نوحق با او. همش عرق خودگی جمع کرد. نیکس تلفیم او که همه روزه بود کرد. نمونبای بعد هجوم ناگهانی نظامیان کشور همسایه مادر و خواهر و کودکان خانه را به خاطر حفظ سلامتی از خانه بیرون برآورد و هنگام دوباره خانه درآمدن یاره‌دار شد. او را طریق اسنایپر پراندند. جراحت وزنین برداشت. الله خوشبختانه وضع سلامتیش را خوب احساس میکند. جنگ ما 100 سال نمیخوایم. یگان خیلی جنگجوی نیستیم. ما همون طرفداری صلح. همون که واقعا نمیفهمم. از همه به دنیا اومدیم که هر روز جنگ دلی ما بام زد. همین یک پروک شود که در رای و همین رکت نگذاریم قوام کتای نشه. در همین محله ما سامانیان یک انقلاب یکم خیلی راهی گرفت نیست. همین ما یک انتسنایپر که زدن همین کتف زدن تیر بالا برونده 6 بار رفته قوارغای شکسته کتف کنده برفتگی رانی شده جای گرفت نیست. دانی دایره که بزرگی گذاشتن اون دایگان خیلی راهی برونده اون یا همین آدمای بالا خوش میکنه که همون یک تا کپروک تیماز همین گپای ما رسانه همین یک کپروک شود زنکای دن دایره که گذارنده همین محلی سامانه اگر فهمیدگی باشه یگان خیلی راهی بیاش نیست. همین خانه ما یون قرغزنده هون خانه ما ویران شد سوخت اما اوضاع سلامتیتون چه خیلی؟ سلامتیمون نرمال میشه. کامران مولانبکов از خواجه علای شهر اسفر است. او نیز یاره‌دار است. او را هم با ملتق شکاری از جانب کشور قرغیزستان پراندند. او اولین یاره برداشته در نیزوی سرحدی که سنه‌های 28-29 اپریل رخ داد به حساب می‌رود. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده از احوال این گروه در بیمارخانه آشنا گردیده هرچی زودتر بهتر گردیدن وضع سلامتی آنها را خواهان شد. ساعت تقریبا 6 بود. فهمیدیم جنگ شده است. رفتیم قرغزا و اموجب از سر بسری او استودیم جنگ کروسیم خیلی سنگ زنک شد. نمیدونیم اکجا کدومش با همین سلوی شکاری ما هم پران گردنم با سخنور شدیم بانیسی با آورم قرغزا میخواستن همین سری او بایک شد سری او گیرن او برمیسا میمون تیر خوردیم گردن سیاستی جنوب اولی دستگیری کده کمک کردیش رحمتی کلام برای همه کسی دردم میکنیم همون فرزنداش به خانه بلاک کنیم میریم. این گروه ساکنان پر از خانه‌های استقامتی خود محروم ماندند. آنها در منطقه خواجه اعلی زندگی دارند. محض در همین محله منزل استقامتی 6 عائله پر نابود شده است. جانب کشور قرغیزستان ساکنان یا خود همسایه‌های خود را به خانه و در گذاشتند. آنها مناسبت صلح آفرانه را نتوانستند پایدار گذارند. به آگاهی جانب اهالی تاجیک نشین تاجیک زمین تیر و تفنگ شدند. در نتیجه خسارات بزرگ مالی و جانی را به بار آورد. گراج بود این طرفنده من خوجینم من یک پسرچم زندگی میکنم این طرفچند اویلی پسرم زندگی میکنند بیاندم اویل دار 2 فرزند شد 2 فرزند پسرش بیاندم انا همین این طرفنده ببینه خودتون 4 در خونه آشخونی و دونش انبار همه سوخت من پایین بینه همین چه تا پایین بگویا ویش 18 متر باشه دیگه این اسنانگش 8 متر چند میشد 8 شما چه خلاص شدید خودتون؟ ما
من کدام گذشتگی بودم ما اونجا تازیانده بوده من احوال میبینم تازیه خیلی برونده گرفته برفتم من خونه بنومدم یگان چیزی من نگرفتیم سر تن موندم بچه یکم من همتین همه ما اونجا تازیانده بوده انا می حادثه شد جنگ یا بارگه سر شد نتونستم که اونجا یه چیزا ما خلاص کنم سرچم همونجا فهمیده همونجا دوید اونجا بینده در حالش همه جای سوختگی درون آب آتش به خودش زده خلاص کنم گفت تیر پرونده سپاین بچه خیر است من به جانش مونده است این دولت دنیای من خونه دل هایکو یک تار موی بچه‌م نمیگیرم من همینش بشکر میکنم من با دولت بود از خدا بس شکر من امام علی هم دستگیری کراسیان من با آباد کردیم با هم خود خورسندانه زندگی میکنه در خانه ایوان تمام تجهیزات روزگاری خانه از اون خواهرم که نامزد بود جهیزای و تلاواری چندین پول باز من خودم خانه نداشتم پدرم که مصلحت کرده بودم که از فرق ایتاج میگیرم نیم پولی و زیاده از 1 میلیون پول بود پدرم پولشان همینجا موندگی بودین خبر دادن که من خیلی شوهرم همراهی پدرم در روسیه 1.5 سال کار کردن پدرم جمع کردگی کمتر شوهرم با کمتر خودشون اگر اون مصلحت کرده بودم که همین چیز حل میکنیم گفته از همین سبب از چند وقت به شما یاردم میرسانم گفتسیم همشون میندار خود را بیان میکنم تمامی تشکیلات ها تمامی ساکنان اومده دستگیری کرده هستیم حالی ویش معلوم نیسته امیدوارم که پیشوای ملت جناب عالی امام علی رحمان ما رو دستگیری میکنن من خود نیست کارمندی دولت طبیب میباشم با آینده میخواهم که امین صد زندگی مردم پیش رود با خدمتم برای خلق رسد من هم معلمه هم دکتر رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده به منزل خرابگشته ساکنان ضرر دیده رفته از وضع حولی استقامتی آنها با خبر شد و برای آنها مواد آذوقه‌واری روزگارا تقسیم نموده تاکید کرد که دوام 1 ماه آخر منزل‌های استقامتی تمام شهر اسفره که در نیزهای سرحدی خراب شدند پر دوباره برقرار کرده می شود. ما را دستگیری کردن من مولوی بایکتی دستگیری کردن لیکن من این ولی دویم گروه مدت چندین سال است که همینجا شدگی باشم داشته همین خیرز آمده دارد خانه من جامعه شویش کرده میبرد من یکان چیز گفت نزدم که همون همسایه تا دوست دور هم میآید که همین همسایه من بسود میکند گفتم لیکن خیرز من چیکار کرد من همین قدر روز بود من کوچه به کوچه گشتیم جای خواب نیست خواب نه بل همین قدر چیز چوره عرق جبی من البی خانه که دیستادتون دربش کدی 1 تومان ازبکستان میرفتم دوشنبه میرفتم من این ولید باشم خانه من دیشتی که روزم نیست من حالا کس من ناز میشناسم من رئیس ولایتاتونم ناز میشناسم من همین این لب رفته خودم با وحیث حق زده آورد تو کار جمع کردم این لب رفته 1 خانه اکون به حسابش گفته نمیشه رولانش اگر حساب کنم اکون من همینجا شدم من این ولی دوم کنم یکانجا برم تو کار کردن نمیتونم من گفتم که اکون همینو بیارم همینجا 1 سوم 2 سوم فروشم با 1 تا صابون خرید جمع شو کنم 1 تا همینجا متریال همین که هوای سوخت من اگه جای هم زندگی با 1 خانه مغازین سوخت در همین قبیل خانه های کلیدان همش از همین میبلو ماشین های جامعه شویی من همین گارنیتور شیفانیر دیوان کریسلا ها یگان دانه نمون من دیستا دیدم خودتون همه جای رئیس آمدن گفتن دستگیری میکنیم همش جابجا کار میتیم خدا خواهد همش اجرا میکنیم ما منتدار الهی 100 سالش من پرزیدنت همتون به رحمت خراب و ویرانشوی منزل‌های استقامتی ساکنان نه تنها در دهه خواجه علا بلکه در چارکوه و محله سامانیان نیز به چشم می‌رسد. آنها پر از منزل‌های استقامتی خود محروم ماندند. ساکنان زندگانی خود را در خانه همسایه و یا خویش و پیوندانشان می‌گذرانند. آنها را یک باره به آگاهی ترکشویی جانب قرقیزستان به داد آورده است. در همینجا بودم لیکن
از همین بالا تیر و تفنگ شدن ما به پایان فرامدیم. بعد همین جاها رو آتش زد. صاحبان خانه در بیمارخانه تو فرزندشان تیر خوردگی در همه جا استری شدگی در بیمارخانه. در وقت جنگ زن و کودکان دانی دایره گریختند با از طرف اوسم ماشین که برفت. در همینجا 5 نفر عائله در همینجا زندگی میکردند. در همین خانه نشسته بودند که زد خورد به علما اومد. 32 سال هست که من همینجا زندگی میکنم. صاحب 3 فرزند. مردکی اکن معیوب آوار شده یک بار. ما حساب 5 عائله یک همین حولنده زندگی میکنیم. اشارتی تنگشه همینجا اپشتی همین زمین ما اپشتی خاک وطن ما حمایت کرده شدگی احوال ما انمه. ما همینجا بودیم. روز پیشش سنگزنک بود در خوجه علا سر آبنده. خیلی اکن خبر شد ما اکن ششتیم خانه ما در ما گفته ششته. شب خیلی افطار ما کرده. وقتی سحری شد که باز شد که سنگزنک سر شدگی و شماها خیزیتان گفته تا وقت نماز همینجا نکن بوده. سانی شماها زنهای اسم بگرانم گفته اسم برفته بودیم که با همین ساعتی یکی روز همون زنزنی که ویش سر شده بود که حدولی یک همین آدم انده بودیم یک سود که همون جند ششته بوده. نه سانی سحرش به ما یکن اسم بگیته وی که انمی نکن شدگی حال ما انم اینجا 5 عائله یک جاند ما زندگی میکنیم در همین 2 حولنده. من نه خانه مو نه در مو 3 پسر دارم 2 تاش ارمی یک تا کنجه کم از با ارمی انده. خیلی کن نخوردیم نپوشتیم بچه به خانه میکنم گفته همینجا بکن بوده شده ما حرف کرده دیگه جا ما نیست مونده. روز 29 آپریل همه خیلی سام طرف پوین سانگرونک شد. همون گفتیم بو همون داور پیشینه بوین سانگزنان میشه تمام میشه. خیلی کم ترش شده بودیم که آواز تیر شد. آواز تیر شد که اینجا برو آمدیم که همه خیلی اینجا بو سال تو همه غرام شدن قرقیزستان. خیلی گفتیم بو برای بیزه پس مدرم رو خورم رو گفتیم برو آمدیم. اونجا بگفتیم برو آمدیم که همونجا چیز زدن که درنباز شدم اینجا. درنباز شد خیلی رفتیم بو زنهای اونجا موندیم آمدیم برای خونه محافظت کنیم. تیر خولی کردم بو یک برادر مو همینجا تیر چون تیر خودی که بانیسان دارم. اسپی میکنم حکازو خیلی تیر خولی کردم اینجا رفتیم و دیوارو گردوندگی. همه خیلی شد فهمیم مو رفتیم اینجا دیگه نمونده. یگان چی نمونده همه چی سوخته رفته. دکومنتو پول مول همش تلووری همش سوخته رفتگی. اسپی نکردم مونده اونجا آمدیم که همینجا سال دو تا اونجا سال کردم. پاروندم تیر خول کنیم. همونده یارو کمونه درسته که خودمو حمایت کردیم رفته. یک چیز عاقلانه فکر کردن نکردی. همین دو طرف دو همسایه به یکون سبب جنگ نمیشه. همین مثلا سبب‌های گوناگونش ما فقط یک چیز می‌دونیم که مسئله آب زمین به آبش رو در کارم نیست. آب مسئلهش امروز که وزین است. امروز گلبران پتبدین کوخه. خوبا یخ کم شده. برف کم میباره. زمستان قریب که برف نیست. آب نمیرسه. درست است. آنها با وقت آب دست بدارن همونجا چیزا نه. برای آب نظارت کردن. کامرا زدن. توجه کنم کامرا زدن. اکو آنها زدن ما اجازه دادیم. کامرا ما نمونسبی یکی از سوارش همین شد. دوزدی؟ میدوزن شبان آب میدوزن. نزدیک رفتن نمیمونه. همینه. اکنون که کامرا ما زدیم آنها کان میگن. مردم قشلاق رفت نمو با همه قشلاق همین شات مردم بیچاره بالا اومدیم. گفت شما زدین بیمالول با موزه ممکنه. تریتور خودمون بزنیم. حدود مانده و سربند 3 جمهوری ساختگی بودجه استرک ساختی و سربند. امروز خیلی از اون خود کرد این متهمی نیست. با ما نسبت ما گپای دروغ بر دروغ زده دولت‌های ما گنده کروسیان. همین مسئله شما بیمالول باشه ساعت بالا رسانتون مثل قرقیز پارتیتون تمامی دنیا بیند که متهم شما. رئیس ولایتی سوخت رجبوی احمدزاده به هر منزل استقامتی ویران گشته رفته تا برقرار گردیدن خانه‌هایشان مواد عضوقواری تقدیم نمود. وی گفت حکومت کشور پر دوام 1 ماه آخر برای دوباره برقرار کردن منزل استقامتیشان کاربری میکنند. بنیاد خانه نوی زمانوی را با تمام تجهیزات و تکنیک و مواد روزگاریشان تأمین خواهد کرد تا ساکنان در شرایط خوب زندگانیشان را از نو به راه مانند. گزارش مفتونشپور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.